ماه‌های حرام کدام ها اند و چه جایگاهی در اسلام دارند؟ الله متعال ماه‌ها را آفریده و به تعدادی از این ماه‌ها فضیلت و ویژگی‌های خاصی قرار داده است. از این میان 4 ماه آن ماه حرام می باشد که شامل ماه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم می شود. صحابی جلیل القدر ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید ارتکاب گناه‌ها و انجام عمل نیک و ثواب آن در این ماه خیلی بزرگ حساب می شوند. بنابراین بر هر مسلمان لازم است تا در ماه حرام رجب کوشش نماید جداً از محرمات دوری نموده و انجام عمل نیک را افزایش دهد. در این میان از بدعت‌ها و اشتباهاتی که بسیاری از مردم در این ماه انجام می‌دهند باید پرهیز نمود. مانند تخصیص این ماه به نمازی که بر غایب مشهور است. امام نووی در این مورد می‌گوید این یک بدعت زشت و یکی از منکرات بزرگ میباشد. یا تخصیص روز 27 این ماه به روزه گرفتن یا جشن گرفتن این شب به زعم اینکه شب اسراء و معراج باشد. حافظ ابن حجر میگوید هیچ حدیث صحیحی که دال به روزه معینی در این ماه و یا نماز خواندن در شب مخصوص در این ماه باشد وارد نشده است. پس بر مسلمان لازم است تا آنچه مطابق به سنت است انجام داده و از اعمال بدعت و منکر اجتناب نماید. الله متعال می فرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. و بدانید که این راه راست و درست من است، پس از آن پیروی کنید و از راه‌های دیگر که شما را از راه وی پراکنده می‌سازد پیروی نکنید. این هاست که الله شما را به آن سفارش کرده است. باشد که تقوا پیشه کنید و در امان بمانید.